آدابی سخن کنیم در دختری یک علمه میگن مدیسینسکی دیانتولوژیا طبی با اتیکای врачеб میگن میگن که اخلاقی همون دختری که خیلی گپ زند با مناسبت از بینی دخترها مناسبت از دختر با که مدسسترها همشیرها و مناسبت از بین مثلا سانیترها و فراشایی که مثلا در همون کارخانه فعالیت میکنند و غیر از این است مناسبت خودی انسان و دکتر و همون کسی که پیشش میاد مراجعه کننده. شما اگر در یادتون باشه جناب عالی مثلا چند بار گفت که زبان خوش گفتار خوش مثلا مناسبت خوبی دکترها را خود طلب میکنن برای که آهسته آهسته طبیب اگر که همین چیز به نظر نگیره با آدم مناسبت میکنه رنگ یک چیزی مکانیکی ده خیلی آمد مثلا طبابت چه فرمود که جراحیش کرد جوابش داد برد یکی در اصل همین چیز باید مناسبت با کی باشد با آدم باشد که همون آدم چی عذاب و اذیت ها کشیده است مشکل نیست کسل بودن مشکل همون است که انسان همون کسلش خیلی در خودش گذرانده است ولی اگر دکتر اگر طبیب اگر به نظر نگیره اذیت همون بیمار رو عذاب شد مناسبت بین دکتر و همون نیازمند مراجعت کننده ویران میشه دکتر سه تا دارو داره نسبتی مناسبتی مثلا پاцієنتش خطی یکم داروش این شکل ظاهری شه یعنی که نگاه میکنه پاцієنت میوموزه همون دکتر شکل و رعایت میکنه قاعده و قانون را مثلا که سپتیکا و آنتیسپتیکا بسیار چیزای نازکی هست که دکتر شکل ظاهریش هم بسیار نقش مهم می‌بازد سر لباسش تازگیش اینا به نظر گرفته میشه دیگه داروی دکتر این زبان شد گپزنی مناسبتی میکنه با هم آدم که وای مثلا میدونه که این مناسبت میتونه وای تا تاثیر چی برسونه تاثیر خوب برسونه برای شکلی تو با آدم سر کار کردی بسیاری آدم‌ها بیمارا کمتر دل شکستن کمتر ناامیدن مثلا عذاب کشیدگی زیر مشکلات برای همین البته مناسبت خوب در درجه دوم میسته سوم دانشی دختر همون دختر کسب خود چه میدانه یا نه درست تشخیص مونده میتونه یا نه یکی ای طرفی مثلا خودی بیمارم ولی یک مناسبت خوبی باشه مثلا بسیار بیمارا هستن که بیماریشون رو پنهان میکنن بسیار بیمارا هستن که بیماریشون رو کلان میکنن بسیار بیمارا هستن که اطلاعات نادرست میتین کسانش یک چیز دیگره لیکن علامت های رو گفت میزن دکتر رحمون میزن انا برای این کفته افتان در کاره انسان و ای چی سر میگه وقتی که ما شما رو میپرسن البته یکم در تاجیکستان از فلسفه شکرانه میکنن حتی در سطح دولت هم میبینیم جناب عالی میگه که شکرانه همین وطن که میکنه سرزمین کنه فلسفه شکر بسیار کلیدی کشایشی کشایشی کارهای انسان هست پیشروی انسان حالا وقتی شما هم گپ میزنید شما بدونه که چی سر کردن بکن البته از اون که مینتدار باشه علامت هایی که روز تو روز هستی البته گپشون زدن نکن مانند امروز پرسیدیم و اون پرابلمی که هست در شما که ما بالای باید کار کنیم هر شکایت شما میکنیم و علامت شما بیاوریم سبب شکلیم باید با داروش درمان سوزن سمیت دیگر مثلا کل چیزی که ما مثلا بسیار داریم توابط همون خطی ما برطرفش کنیم از همین حساب شما بدونید امروز سر کرده پرسش ما و شما همین سر میشه البته چیزی که شما با دست در آورده صحتی هایی کشیده و اون چیزی که ولی هست ما بالای باید باز کار کنیم وقت هم گناهگونه بعضی آدم ها کسالش تیز صحت میشه بعضی آدم ها کسالش کمتر صحت میشه با کمتر خودش نشان میتید یعنی که هم دیاگرام از گناهگونه
بعضی آدم هست که کمتر دیرتر صحت میشن. سببش این هم هست که ارگانیسم هم گوناگونه. اگر شما علاجتون رو بریده باشه میبینی که ای آدم تez صحت میشود، زخمش یک آدم دیر صحت میشود. این خاصیتی تنه آدم هست که همون ارگانیسم داره چخیل کار میکنه و ای طبیعت آدم وابسته است. آدم های آتشی آتش زیاد اگر باشه تez کسل میشن، تez صحت میشن. آدمی که مثلا هواش زیاد است مثلا او همون سرسری کسل میشه و برای این تفاوت این خیلی لازم است. میدن آدمی است که آبش زیاد های آهسته آهسته کسل میشه و آهسته آهسته چی صحت میشه. آدمی از خاکش زیاد های آخ خینه همه آدمی که ملانخولیا داشته باشه، یعنی زیقی در وجودش باشه، فکر زیاد باشه، این هم آهسته این که کسل میشه و خیلی دور میکشه و آهسته آهسته ای میجازش ما هم بیماری را میبریم خدا خواهد. برای همین شما این رو سر کردن در وقتی گپ زدن شما از چی سر کنید؟ از آن که شما میندارید، روزی هستید، چیز را به دست رو آوردید در تبابت های ما و چی چیزی دیگه تا مانده است که ما بالای و یا کار کنیم. سلامت باشید.